السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. داود علیه السلام با دختر طالوت ازدواج کرد و سالها گذشت. شمویل علیه السلام وفات کرد و بعد از چند طالوت هم وفات کرد. اکنون پادشاهی به داود علیه السلام بود. الله متعال داود علیه السلام را علم و حکمت عطا کرد و او را در بین بنی اسرائیل پیغمبر اختیار کرد. از زمانه یوشع ابن نون علیه السلام تا زمانه داود علیه السلام پادشاهی از پیغمبری جدا بود، یعنی ملک از دین جدا بود. تقریبا 460 سال دین از ملک جدا بود. اما در زمانه داود علیه السلام پادشاهی و پیغمبری در یک نفر، یعنی داود علیه السلام هم پیغمبر بود و هم پادشاه بود. داود علیه السلام پسری عیشا از نوادگان یهودا است، یعنی از نسل یهودا پسر یعقوب علیه السلام است. پادشاهی باز به نسل یهودا برگشت. امام طبری رحمه الله داود علیه السلام را وصف کرده است. میگوید داود علیه السلام قدی کوتاه داشت، چشمهای کبود و کم موه بود، یعنی موی سرش کم بود. بسیار انسانی پاک بود. اکنون داود علیه السلام پادشاه بنی اسرائیل بود. از هر طرف بنی اسرائیل جمع می شدند و یک قوت بزرگ شدند. الله متعال به داود علیه السلام معجزه های زیادی عطا کرده بود و بر او صحیفه ها را نازل کرد، یعنی زبور را. داود علیه السلام شریعت خود را داشت و کتابش زبور بود. داود علیه السلام آوازی زیبا داشت. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازی ابو موسی الاشعری را شنید که قرآن می‌خواند. ابو موسی آوازی زیبا داشت، یعنی صحابه رسول خداست، و رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود، آوازش را گوش میکرد. بعد از اینکه یعنی ابو موسی الاشعری خوانده قرآن را تلاوت کرد و تمام کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابو موسی، الله متعال به تو آهنگی از آهنگهای داود عطا کرده است. یعنی آن زیبایی که داود علیه السلام داشت در آوازش، از همون زیبایی های آواز داود به تو هم یک قسمتی عطا کرده است. یعنی آواز داود علیه السلام از حد زیاد زیبا بود و دلنشین بود و این هم یک معجزه الهی بود که بر داود علیه السلام عطا کرده شده بود، تا حدی که وقتی داود علیه السلام کتاب زبور را تلاوت میکرد، پرنده ها در نزدش می ایستادند. همه مخلوقاتی که در نزدش بودند جمع می شدند، این آواز زیبا را گوش میکردند. حتی کوهها در ذکر بودند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر. و براستی ما به داود از سوی خود فضیلت بزرگی دادیم. گفتیم ای کوهها و ای پرندگان، با او در تسبیح گفتن هم آواز شوید. یعنی این معجزه الهی بود. این معجزه الهی بود که به داود علیه السلام الله متعال عطا کرده بود. و همچنان یک معجزه دیگری که الله متعال به داود علیه السلام عطا کرد، این ملایم شدن آهن در دست داود علیه السلام. الله متعال در دوام آن آیت می فرماید: و علنا له الحدید، و آهن را
برای داوود ملایم گرداندیم. یعنی با آهن هر چیزی که میخواست میساخت. مثل که ما بالای هر چیزی که بخواهیم میسازیم، داوود علیه السلام با آهن هر چیزی که میخواست میساخت. یعنی آهن در دست داوود علیه السلام مثل لای بود و این یک معجزه الهی بود. داوود علیه السلام لباس های آهنین میساخت. پیش از داوود علیه السلام مردم لباس های آهنین میساختند، اما بسیار وزنین بودند. آهنها را نمیتوانستند با یعنی طریق آسان و بسیار تنک بسازند که انسان وقتی که لباس آهنین را میپوشد یعنی در جسمش خوب باشد و جنگ کرده بتواند. بسیار وزنین بود لباس ها. اما وقتی داوود علیه السلام لباس های آهنین را میساخت بسیار سبک و بسیار هم سخت بود. با سیم لباس های آهنین میساخت، مثل که سیم در دستش رشته بود. بسیار آسان و سبک لباس ها را میساخت. و علنا له الحدید ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. و آهن را برایش ملایم کردیم و به او دستور دادیم که زرهای بلند و فرهای بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگهدار و کار شایسته انجام دهید. همانا من به آنچه انجام میدهید بینا هستم. داوود علیه السلام با اینکه پیغمبر بود قاضی هم بود، یعنی اکنون پادشاه بود و پیغمبر بود و هر حکمی را که او صادر میکرد اجرا میشد. یعنی قاضی بود در بین مردم، قاضی عادل. یک شب 2 نفر به نزد داوود علیه السلام می آیند. داوود علیه السلام روز در خدمت مردم بود، شب در عبادت مشغول بود. یعنی روز را برای مردم گذاشته بود و شب را برای پروردگارش و شب در حالت عبادت بود. شب وقت عبادت میکرد 2 نفر در قصر، یعنی در قصر در آمدن، دروازه قصر را باز کردند و در قصر در آمدند. داوود علیه السلام در محراب بود و عبادت میکرد. وقتی به پشت نگاه کرد ترسید، در نیم شب اینها کی باشند و چطور در آمدند به قصر. بسیار هم تعجب کرد و هم ترسیده بود. داوود علیه السلام گفت کی هستید شما؟ چی میخواهید؟ گفتند نترس ای داوود، نترس، ما آماده ایم که در بین ما حکم کنی. یکی از 2 نفر گفت ای بنده الله، ای بنده الله، یعنی ای داوود، این برادری من است، او 99 گوسفند دارد، من 1 تا گوسفند دارم. برادرم گفت تو 1 تا گوسفندت را با گوسفندهای من بگذار تا یک جا بچرند، بعد پس گیر. یعنی 1 جا با گوسفندهای من باشد و کی که یعنی کدام وقتی که خواستی گوسفندت را پس گیر. من هم گوسفندم را دادم، اکنون میگویم گوسفندم را پس بده. برادرم میگوید تو گوسفندی نداری. داوود علیه السلام گفت برادرت به تو ظلم کرده است و اکثر کسانی که شریک کاری میکنند یکدیگر را ظلم میکنند. یعنی داوود علیه السلام سراسیمه شد در حکم، سخن برادرش را گوش نکرد. یعنی در اینجا چی را نشان میدهد که وقتی که 2 نفر به ما یک سخن را میگویند، یکی از آنها را گوش کردیم، باید نگوییم که باید سراسیمه نشویم و حکم کنیم، صبر کنیم، دیگر را گوش کنیم. شاید
یک نفری را دستش شکسته باشد، دل ما بسوزد که دست این را شکستند. شاید این شخصی که دستش شکسته است دیگر را پایهایش را شکسته باشد، شاید دست این شکسته است دیگر را کشته باشد. داوود علیه السلام سراسیمه شد و حکم کرد، میگفت بسیاری کسانی که شریکی کار میکنند یکدیگر را ظلم میکنند. وقتی دو نفر سخن خود را گفت، وقتی دوم نفر سخن خود را گفت، داوود علیه السلام فهمید که تیز حکم کرده است. یعنی پیش از این که دو برادرش سخن کند این حکم را صادر کرد و سخن خود را گفت. وقتی که دوم نفر سخن خود را گفت و داوود علیه السلام شنید، فهمید که تیز حکم کرده است، در حال توبه کرد. داوود علیه السلام پرهیزگار بود، برای همین در حال توبه کرد و سخن خود را پس گرفت که چرا من اینقدر تیز حکم کردم. یعنی برادرش ظلم نکرده بود. این یک امتحان بود. بعضی علما میگویند دو ملائکه بود، اینها دو ملائکه بودند و به نزد داوود علیه السلام آماده بودند که داوود علیه السلام را در سنجش قرار بدهند. داوود علیه السلام پرهیزگار بود و یک روز روزه میگرفت، روزی دیگر روزه نمیگرفت. یعنی یک روز روزه دار، یک روز نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین روزه روزه داوود علیه السلام است. بهترین روزه روزه داوود علیه السلام است که یک روز را روزه میگرفت، یک روز را نه. یعنی در یک هفته 3 روز یا اینکه 4 روز روزه دار بود و 3 قسم شب را عبادت میکرد. یعنی 3 قسم شب در قسم عبادت بود و در بین مردم قاضی عادل بود. در بین مردم داوود علیه السلام قاضی عادل بود. روز داوود علیه السلام از قصر برآمد و دروازه قصر را بند کرد. زنهای داوود علیه السلام دیدند که در درون قصر مرد ایستاده است. یعنی وقتی داوود علیه السلام از قصر برآمد و رفت، دروازه های قصر را بند کرده بود. بعد از رفتنش زنهای داوود علیه السلام دیدند که در میان حولی قصر یک مرد ایستاده است. گفتند ای مرد کی هستی تو و چطور تو به قصر در آمدی؟ اگر داوود علیه السلام تو را ببیند یعنی با تو با طریقی سخت سخن میکند، بدون اجازت در آمده ای. و بعد از چندی داوود علیه السلام دروازه قصر را گشاد و در آمد. دید که مرد ایستاده است. گفت ای مرد تو کی هستی و چطور به قصر در آمدی؟ مرد جواب داد من همانی هستم که از هیچ پادشاهی نمی ترسم و اجازت نمی گیرم برای در آمدن و راه من را گرفتن نمی تاند هیچ کس. داوود علیه السلام فهمید که این ملک الموت است و آمده است برای گرفتن جان داوود. داوود علیه السلام گفت تو ملک الموت هستی، خوش آمدی. و ملک الموت آمد. خب هر پیغمبری را که ملک الموت می آمد و می خواست جانش را بگیرد، اول اجازت می پرسید. اول اجازت می پرسید. و از داوود علیه السلام ملک الموت پرسید آیا اجازت می دهی که جانت را بگیرم؟ اگر اجازت ندهی الله متعال تو را عمر می دهد. ولی داوود علیه السلام اجازت داد برای اینکه به نزد پروردگارش برگردد. برای داوود علیه السلام
بهتر و اولاست. این دنیا دنیای فانی است. و جان داوود علیه السلام را ملک الموت گرفت. داوود علیه السلام 100 سال داشت. در یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال آدم علیه السلام را یعنی در نزدش فرزندانش را نشان داد. آدم علیه السلام دید که یک شخصی در مابین همه مابین دو چشمش نور دارد. یعنی در مابین همه فرزندانش یک شخص در مابین دو چشمش یعنی در پیشانیش نور دارد. پرسید ای پروردگار این کی است؟ الله متعال فرمود این داوود است. آدم علیه السلام گفت چند سال عمر می‌بیند؟ الله متعال فرمود 60 سال عمر می‌بیند. پس آدم علیه السلام گفت از عمر من به او 40 سال دیگر بدهید. و همین طور عمر داوود 100 سال شد. و داوود علیه السلام در عمری که 100 سال داشت وفات کرد. انشاءالله تعالی در نواری بعدی دوام قصه را میشونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.